به نام خدا اکبر هاشمی هستم، جنجالی ترین پیج موسیقی خراسان. امروز اومدیم پیش هنرمند محبوب، جوان و آینده‌دار موسیقی خراسان و ماشاءالله داره پیشرفت میکنه روز به روز. اومدیم ازش یک تا سوال بپرسیم و یه خبر خوبرم بهتون بگم، داریم مستندسازی میکنیم از زندگی تمام هنرمندای موسیقی خراسان از جمله ابوالفضل رحیمی. در آینده نزدیک یوتیوب رو حتما داشته باشید، یه مستند از زندگی ابوالفضل رحیمی قراره ضبط بشه. سلام ابوالفضل جان، خوب هستی؟ سلام و ارادت خدمت داداش اکبر عزیز و بینندگان. بنده خیلی خوشحالم که امشب در کنار ما هست اکبر آقا. سوالی هست در خدمت. چون تازه اومدی و ماشاءالله تریکوندی، یه بیوگرافی از خودت برو تا دوستان و طرفداران بدونن. ابوالفضل رحیمی هستم، متولد 1383 کاشمر زندگی میکنم. مجرد. سوال دیگه هست؟ چند سال موسیقی اومدی تو موسیقی؟ 5-6 سال است ولی دیگه 3 سال حرفه‌ای. 3 سال حرفه‌ای. با احمد آقا. با احمد از کی شروع کردی؟ الان تقریبا نزدیک به 3 ساله. 2 سال و نیم. 2 سال و نیم با احمد استار زدی. آره. نظر ابوالفضل رحیمی رو می‌خوایم بپرسیم در مورد پیج شخص خودم و خود بند. اکبر آقا واقعا خوشقلبی، سری با معرفت، پیجت هم که عالیه دیگه. ادامه این داستان رو در یک، همینطوری که اول ویدیو گفتم، در یک مستند کامل از زندگی نامه و تمام جزئیات زندگی ابوالفضل رحیمی از کودکی تا امروز به زودی زود قرار ضبط کنیم. ان شاء الله یکی دو ماه دیگه قرار بهتر کنیم. با ما همراه باشید، پیج ما رو حتما فالو کنید. یا